حکایت اعدام شیخ فضلالله نوری و 1500 آخوند در زمان مشروطه توسط سردار اسعد بختیاری. یک روز به من اطلاع دادند که شخصی به نام شیخ فضلالله و تعدادی آخوند برای دیدار من آمدند. وارد سالن شدم و دیدم یک آخوند مسن و حدوداً 10 آخوند جوانتر نشستند. از جای خود تکان نخوردند. به همه سلام کردم. وقتی دستم را طرف شیخ کشیدم، او دستش را برای بوسیدن جلوی صورت من گرفت که من نبوسیدم و روی صندلی خود که روبروی آنها بود نشستم. شیخ فضلالله با بی‌ادبی صدایش را بلند کرد و گفت: تهران را فتح کردید، ولی باید سهم ما روحانیون را از ملک ایران بدهید. من با تعجب گفتم: مگر ما برای تقسیم ایران انقلاب کردیم؟ شیخ فضلالله گفت: یا سهم ما را میدهی یا ملت را میشورانی. من هم با ملایمت گفتم: قبول شیخ، لیست آنها که باید سهم آنها بدهم را ارائه دهید تا اقدام کنم. با خوشحالی از زیر عبا کاغذی بیرون آورد و به من داد. لیست را که نگاه کردم نام 453 نفر در آن بود. پسر برادرم سردار مفخم را خواستم. وقتی ایشان آمدند بلند شدم و لیست را به او دادم و با صدای بلند به او گفتم: همین حالا سرباز بفرست تمام این لیست را به تهران بیاورند و همه را اعدام کنند. اول هم از همین حضراتی که اینجا هستند شروع کن. سربازها به سالن آمدند و دستهای همه را بستند. همان شیخ که مانند فاتحان حکم برایم صادر می کرد با گریه و التماس می گفت: غلط کردم، شکر خوردم، دیگر در امورات دخالت نمی کنم. و ظرف 3 روز همه لیست مفتخورها را دار زدم. شما هم نظرتون رو بنویسید که موافق این کار سردار اسعد بودید یا مخالف. و برای ویدیوهای تاریخی بیشتر اینستاگرام جهان باستان رو دنبال کنید.